محرم امسال خیلی با محرم های دیگه متفاوت شد. همونطور که از 11 ماه پیش 10 ماه پیش 11 ماه پیش همه چیز متفاوت شد، به شدت متفاوت شد. خیلی معانی عوض شدن و خیلی کلمات جدید شروع شد، خیلی رفتارهای تازه شروع شد، خیلی عادات جدید بود. اما جدیدتر از همشون واسه من اتصال بسیار زیاده این محرم به کشته شده های 8 سال جنگ تحمیل. امروز از صبح درگیرم خیلی زیاد که وصلش رو نمیدونم، اما وضعیت خودمون رو میدونم. سال عجیبیه، هم به لحاظ اتفاقاتی که میتونه بیفته، هم به لحاظ تاریخ عجیبی که تجربه کردیم. یه کلمه که عبارتی که این موسا خیلی میشنویم دیگه هیچ چیز مثل سابق نیست، هیچ چیز عادی نیست، واقعا هیچ چیز عادی نیست، شاید تصنفی نیست. وارد یک برهه‌ای از زمان داریم میشیم که عید میدونم تا حالا ایران تجربهش کرده باشه، حداقل ایران معاصر. ایامی که بسیار عجیب خواهد. میگن وقتی عقاید از درجه اعتبار ساقط میشن ولی همچنان پشتوانه قدرت دارن، نمادهای اون عقاید بزرگ میشن، قدشون رو بلند میکنن. تو کتاب هیلنبراند تاریخ معماری اسلامی اونجا اشاره میکنه به میل، در واقع معزن چی بهش میگن، میل مناره ها که توی زمان اسلام میان کنار مسجدهایی که میساختن، اماکن مذهبی که میساختن قرار میگیرن و بعد از چند مدت استفاده دیگه اون به عنوان شاخصه یا اون علامتی که میخواد یه شهری رو نشون بده، جاده‌ای رو میخواد نشون بده، کاربریشون از دست میدن و بسیار کاربری سیاسی پیدا میکنن. تو دوره سلجوقیمون میبینیم عجب مناره های بلندی داریم، یا سردر ایوان ورودی مسجد جامع یزد بلندترین هاست. هم جسیم میشن هم رفیع میشن دیگه. اینجا واسه مشخص کردن مسیر نیست، اینجا برای به رخ کشیه. مال موقعیه که حاکم مسلط تصمیم داره شیوه تسلطش رو به رخ بکشه. حالا گاهی وقتا اون چیزی که مسلط داره واسه به رخ کشیدن
تسلطش استفاده میکنه منار نیست، عقیده یا پرچم و علم و کتلش نیست. آدم هایی که از بین رفت. این چی میگم، امسال محرم بسیار من یاد کشته‌های جنگ میندازه. شاید همین ماجرا باشه. تا موقعی که داریم از دست ساخته استفاده میکنیم، تبلامون رو بزرگ میکنیم، بلنگوهامون رو زیاد میکنیم، صدامون رو فراخ میکنیم، زرق و برق علمایی که داخل میکشیم وسط خیابون رو زیاد میکنیم، آدم هایی که میاریم تو خیابون رو زیاد میکنیم. با اینش مشکلی نداره. در حال هر مسلطی تا موقعی که تسلطش رو داره در حق خودش میبینه که اونجایی که میخواد تبلیغات خودش رو بکنه یا حتی عقیده خودش رو به رخ بکشونه از تمام توانش استفاده کنه. اما یه جاهایی دیگه شما از توان خودت استفاده نمی کنی. شما داری از یه چیزی هزینه می کنی که اون کسی که صرف شده یا آن چیزی که صرف شده یا فدا شده یا بابت به دست آوردن چیزی فداکاری شده، اصلش وجود نداره که بخواد در برابر اینکه آیا شما اجازه دارید از این مایه بگذارید یا نه. بدبختی غیاب یا نبود انسان ها در همینه. شما حول و حوششون همه کار میتونید از داستان پردازی گرفته تا تفسیر به رأی کردن صحبت ها و اعمالشون یا استفاده های این شکلی تغییر دادن یا گفتن از زبان اونها چیزهایی که شاید اصلا دلیلی برش نداریم. دلم خیلی میسوزه برای جانهایی که هنوز هم نیستن از خودشون دفاع کنن. شاید چی بهش میگن، شاید اونها گرایش پیدا بکنن به مسلط، اما شاید هم نکنن. دو تا شق داره. بحث اینه که نیروی حاکم اصلا جایی واسه این شک نمیذاره. تا آنجایی که میتواند داره پرگاز میره. معانی اینجا خیلی به هم میزن، خیلی زیاد. نمیدونم واقعا باید چجوری درباره‌اش صحبت کرد. کافیه بازماندگان یک جان از دست رفته فرم دیگری به دنیا نگاه کنن، اما تبلیغات
یا باستان سرایی یا نوع استفاده های نیروی مسلط شخصیت ها رو تغییر داده باشه و اجازه نده اون آدم ها به اون حالت افتخار آمیزشون ادامه بدن. جامعه چند پارچه میشه، مثلا توی جامعه که بالغ بر 50,000 تا کشته داشته، موقعی که جمعیتی هم نداشته این کشور نسبت به 50,000 تا، تو موقعی که ایران 30 میلیون جمعیت داشته، میشه به ازای هر 75 نفر فکر میکنم، یا به ازای هر 80 نفر یک کشته. 80 نفر یه خانواده هم. یه خانواده به لحاظ جمعیت عدد درست سال 60 به 60 به قول ایرانه. یعنی خانواده ای نیست که توش داغ عزیز از دست رفته نباشه، بماند دیگر کسانی که کشته شدن برای حفظ این خواب و عقاید دیگری داشتن، فرم دیگری رو نگاه میکردن و به این جمعیت افزوده شدن. حالا این جمعیت چقدر میخواد افزوده بشه؟ سوزناکترین بخش این خانواده ها اونایی هستن که با معلولین جنگی سر کردن. اونا خیلی درد، شاید صداشون خیلی نیاد، واقعا صداشون خیلی نیاد، ولی آدم هایی که با خانواده هایی که با معلولین جنگی حالا موجن دستی از دست دادن، موج انفجار گرفتنشون، دستی از دست دادن، بخشی از عضوی از بدنشون از دست دادن، آسیب های روی هر چیزی. اینا زندگیشون بسیار غم انگیز و پررنج. محرم امسال من رو درگیر این ماجرا کرده. واسطش هم جانهای از دست رفته توی 1 سال گذشته است که به لحاظ سنی نباید این خسرانه رو میکشید، چه برسه این که شکنجه بشن، کشته بشن، فداشن، زندانی بشن، آسیب های روحی و جسمی ببینن. همسانی بسیار زیادی بین اینها و کشته شده های دوران جنگ درش هست میبینم. یکی از بدی های اجتماعی اینه که وقتی به دستاورداش و سیاسی نگاه میکنه یا به اتفاقات حول حواشیش رسیدن یا اون مسیری که طی کرده رو خیلی سیاسی و از لحاظ قدرت بهش نگاه میکنه، اینه که
در مرور زمان، با مرور زمان، این حین گذشت زمان، معانی این تفکرات رو عوض میکنه. نگرانم واسه ایرانی که نیکا توش تغییر من، کیان پیرفلک توش تغییر من، سارینا توش تغییر من، مهسا توش تغییر من، مرشا توش تغییر من. خیلی چیزا توش تغییر من. به این واسطه است که محرم امسال من رو بسیار به 8 سال جنگ وصل میکنه. و خانش‌ها، من نمیتونم درباره نوع خانش‌ها خیلی نمیشه خورده کسی گرفت یا حرف زد، اما خانش‌ها انسان ها کتاب نیستن، متن نیستن که شما بتونید تفسیرشون بکنید. بحث مرگ مؤلف درباره انسان ها معنی نمیده. مشکل اینجاست ما درباره کشته شده های جنگ فقط روایت نداریم، ما تاریخ زنده داریم، بازماندگانشون داریم. و با توجه به چیزهایی که این روزها تفسیر میشن یا حوادث یا تواریخی که تحریف میشن یا تعریف مجدد میشن یا برداشت مجدد میشن و قدمت زمانه‌ای که دارن 1400 سال به قولی 800 سال 900 سال، اینایی که الان دارن تفسیر به رأی میشن، این آدم هایی که جانهایی از دست داده ای که از بین رفته ای، از دست رفته ای که دارن مصادره به رأی میشن، اینا هنوز کفنشون ریزه و اینقدر سریع ما داریم اینها رو توی تعریف کردنشون گیر کردیم یا تفسیرشون میکنیم بنا به خواستگاه و دیدگاه خدا. باز دیگه دلیلی که این کار میفته اینو بگم، خیلی طولانی شد این صحبت. یکی دلیلی که این کار رو میکنیم، جامعه قدش به اندازه ادعاش نیستش. قدمون اندازه ادعا میشه. این اتفاق خوب. قد